و این اسی تو خود به جهانی که تا اون روز بوده که کشورها را زیر چنگ بود. هدف اقتصاد ناله به ای که زیر دست داشته باشن یک کشور از نقطه نظرهای مختلف باید دو کشور تسلط داشته باشن. از نقطه نظرهای چی؟ مختلف. از کدام نقطه نظر باید او کشور در دستشان باشد؟ شمار میکنه. بگوین اول از کدام نقطه نظر؟ اول از نقطه نظر خودی فکری. و مردم بگوید که سوسیالیسم نیست، کمونیسم نیست، سوسیالیسم نیست، کمونیسم نیست. شما غلط کردین، شما غریب هستین، تواستین. شما که کمونیست شوین این میشین، این میشین. جوانای ما و شما را کار شفاعت هست. اول از نقطه نظر فکری. تو نمیبینی که یک نفر که از غرب میآید. وقتی که از غرب میاد مثل شادی وره تقلید غربی ها رو همه فکرش غرب بردن. دموکراسی میگن، آزادی انسان به زعم خودشان میگن، فرهنگ غربی میگن، انگلیسی ها داشتن میگن، دیگه چیز دیگه در ذهنش نیست. حتی ششتن و رفتار و شانگک زدن و همه چیزش مثل که شادی تقلید کنن و نمو ترتیب زیر تاثیر فرهنگ غرب. اول از نقطه نظر فکر میشویش. از نقطه نظر فکر در سه کشورها تأثیر میکنه. بعد نظام سیاسیش. حکومت ها عموما باید حالی دست دی کشورها باشه. حکومت باید در دستشان باشه. انما شما دیدین در پاکستان تأثیر امریکا را؟ شما ندیدین که اصلا بگه که یک دفعه در جنگ خلیج فارس مقابل امریکا گپ زده بود. در چند روز از بین بردش؟ پاکستان یک کشوری است که 80-90 میلیون نفوذ داره، مسلمان است. حالی باید بعد از اقتصاد در پای خود استاد باشه. وقتی که آن میبینیم که لوی دریستیز یک کشور دفاع میکنه از عراق که برادر امی تجاوز امریکا، امی بمبار، دیگه امی ظالمانه است، سری کشور اسلامی را تباه کرد امریکا، چند روز بعد تبدیل میشه؟ و شما ندیدین که چطور دیگه ذلیلانه وزیر خارجه و امثال روسی چیز پاکستان دویدن در امریکا که ما این است، این است، این است. تو نمیبینی که امروز سیاست پاکستان زیر فشار امریکا در ارتباط با افغانستان چطور تغییر کرد؟ برای گپی که تو میزنی ما قبول داریم. یکی از چیزایی است که نظامای حکومت در دست داشته باشه. سادات در مصر شما فکر میکردی که در دست خود دیگه زده میتونست مستقل بود؟ تو ندیدی که چه قسم وابسته به امریکا؟ نجیب در افغانستان مربوط به روسیه، ببرک در افغانستان مربوط به روسیه، امثال هم کشور. اول از نقطه نظر فکری کار میکنن، بعد از نقطه نظر سیاسی کشورها را بگیرن، یا سیاسی و فکری. دیگه از کدام نقطه نظر کار میکنن؟ از نقطه نظر اقتصادی. از نقطه نظر اقتصادی چه رقم وابسته جور میکنن؟ بگوییم. بیشتر یک کمش تشریح کرد. یکی از طریقی است که از نقطه نظر اقتصادی که هر چیزی که در کشور تولید میشه در داخل از او پخته نشه. هر چیز که میشه تولید به اوجه باشه، به دست آمدن از معادنش، از زمینش، از دیگهش و پخته شدن انتقال کنه در فابریکای خودش. مثال تشریح کردم. یکیست. دو، امپریالیست یکی از کارهای خطرناک دیگهش یک چیز تک محصولی میگن. چی میگن؟ تک محصولی. کشورها رو کوشش میکنه که یک یا دو چیز تولید کنه. از نقطه نظر اقتصادی این تو وابسته بسازیش که اگر میگم من برای چیزی نتون با سقوط کنم. مثلا این امروز تاجیکستان از نقطه نظر محصول فقط پخته داره. فقط پخته داره. ولی اگر روسیه پخته زیر نخره این دیگه گشنه است. دیگه استاد شده نمیتونه. عمده‌ترین کار امپریالیستی است که محصولات و پیداواری که یک کشور میتونه سر از او پای خود استاد شود از بین بره. مثلا ایران در زمان شاه به ایران چی میگفتن؟ آلتر میگفتن به گندم تو چی ضرورت داری؟ تو به شیر و پنیر دیگه پا چی ضرورت داری؟ این هم از امریکا برات میاد. به نرخ ارزان میده. تو ضرور نیست که تو زمینه خود آباد کنی. این برای تو قیمت تمام.